استاد من میخوام یه کاری بکنید که هر جا من میرم همه خانم ها به من نگاه کنه. من برای چی اومدم؟ من اومدم در خصوص شناخت صحبت کنم. چیستیم، برای چه آمده ایم، برای چه هستیم و کجا میریم. بیاموزیم با جسمت چگونه برخورد کنی، شاهراهای انرژیت رو چجور تنظیم کنی. شناخت‌ها رو که رفتی به اون نقطه اتصال میرسی، به نیروهای مگنتیک الکترومگنتیکت متصل میشی، فهم اتم درونت رو میفهمی، آونگ‌های درونت رو با آونگ کیهان یکی میکنی، هم‌آوایی رو درک میکنی، وحدت وجود رو میفهمی. من برای این اومدم که علمت رو ارتقا بدم، از تکرار رهاشی. لیاقتت اینه دلار خرج کنی. بله توی اینجا این علم هست. اینجا یاد میگیری دلار بذاری تو جیبت. اینجا یاد میگیری که چجور کارت پیپل و فلان و فلان و فلان داشته باشی. اینجا یاد میگیری گرونترین لباس رو بپوشی، گرونترین کفش رو بپوشی. اینجا یاد میگیری توی خونت چجور 5-6 مدل ماشین خارجی داشته باشی. اینجا یاد میگیری آره چند تا خونه و واحد خوب داشته باشی. یکی از ابزارهایی که ما یاد میدیم داشته باشی برای کسی که رهرو اندیشه منشور هست اینه که حتما باید تن سالم، روان سالم، تغییر لایف استایل و ثروتمند شدن، نه معمولی، اشرافی. و در کنار همه اینها یاد میدیم چجوری از تکرار در آمدن خودداری کنید. هر جا تکراری میبینی، آونگ تکرار در زندگیت، زود چه کار کنی؟ بزنی خروج بزنی. اینجا خیلی قشنگه این عالم دیگه. در گرید 3 تکرار نشی، اینجا نیای، بری سطوح بالاتر.